بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، یکی از روزه هایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به طور نفل می داشتند و نیز یاران خود را به آن ترغیب می دادند، این روزه داشتن در بیشتر ماه شعبان می باشد. چنانچه از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که و ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم استکمل صیام شهر قط الی رمضان و ما رأیته فی شهر اکثر منه صیاما فی شعبان. یعنی من حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را ندیدم که غیر از ماه مبارک رمضان ماهی را با پرگی یا کاملا روزه داشته باشد. و نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم این قدری که در ماه شعبان روزه می گرفتند در هیچ یکی از ماها چنین روزه نمی گرفتند. و اینجا مسئله این می باشد که چرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اکثر ماه شعبان روزه می گرفتند؟ البته حکمت های زیادی است. یکی از این حکمت ها این است که چنانچه از روایت حضرت اسامه ابن زید هم معلوم می گردد، در این ماه اعمال بندگان به بارگاه خداوند عزوجل عرضه کرده می شود و پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست می داشتند که هنگام عرضه کردن اعمال ایشان به بارگاه خداوند عزوجل روزه‌دار باشد. و حکمت دوم آن است که در این ماه روی خط کسانی که از دنیا در همین سال میگذرند به دست حضرت عزرائیل ملک الموت داده می شود و پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست می داشتند که هنگامی که روی خط کسانی که در این سال از دنیا در میگذرند و به دست ملک الموت داده می شود، پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست داشتند که هنگام سپاریدن همین روی خط روزه‌دار باشند. و سوم حکمت این است که از آن خاطر که ماه مبارک رمضان بسیار ماه پرفیض و پربرکت است، آن همین برکات ماه شریف رمضان خود انگیزه و داعیه می شود یا شده است به اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه داشتند. و نسبتی که روزه ماه شعبان به ماه مبارک رمضان دارد، این مانند همون نسبتی است که نمازهای نفلی پیش از نماز فرض با نمازهای فرض دارد. یعنی مثل اینکه گویا اینکه اینها از همدیگر جدا نیستند و یکی برای دیگر همچون یک چیزی جبران کننده است. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.